اما بهترین تجارت عاطفیه. یعنی تو یاد میگیری عاطفه رو، احساس زیبا بودن و نرمی، لطافت و قشنگی رو، بعد در خودت خلقش میکنی. یه خانومی که کنارت قرار میگیره لطافت میبینه. حتی اون خانوم شاید 10 بار آسیب دیده تو روابط مختلفش، شاید در 10 سال اول زندگی حتی بهت اعتماد نکنه، اما مهربانی تو، محبت تو، صمیمیت تو، بی قید و شرط بودن تو، آرامش تو، لطافت تو نمیذاره که از تو دور باشه و در نهایت خودشو میبخشه بابت خیانتی که این 10 سال به خودش کرده و در عشق بازی از تو پیشی میگیره. یعنی بقیه زندگی تو با یک شریک عاطفی هستی که کل جهان هستی وجودش رو در اختیارت میذاره و تو نمیدونی. وقتی در مورد یک جهان صحبت میکنم که یک زن میتونه در اختیار یک مرد بذاره یعنی چی؟ این فقط در کلام نیست. اگر شما مردها تا حالا تجربهش نکردید، چون داشتید به خودتون و دیگران خیانت میکردید که وقتی جهانی رو در اختیارت میذاره، شما بعدهای دیگه زندگی رو در وجود یک زن میتونی ببینی و تجربه کنی و اینو فقط خانوم ها میدونن و هرگز به یک خائن نمیدن.